آگاه به نورتمون ماه راهنما خوش اومدید. اپریل ماه شروع کارماه هاست یا پایان کارماه ها؟ امسال سال تقدیر هاست. هر ماه یک ماه مهمه. ماه اپریل 2025 که درود بر شما روحای آگاه به نورتمون ماه راهنما خوش اومدید. اپریل ماه شروع کارماه هاست یا پایان کارماه ها؟ سوال خیلی مهمیه که قراره توی این ماه با تجربه کردن ازش جواب بگیریم. امسال سال تقدیر هاست. هر ماه از امسال یک ماه بسیار مهمه. اپریل 2025 از 12 فروردین تا 10 اردیبهشت 1404 هم یکی از تقدیری ترین ماه‌های سال هست. این ماه رو در حالی شروع می‌کنیم که هنوز مرکوری و ونوس برگشتی‌اند. هنوز انرژی های ماه مارچ در روزهای ابتدایی اپریل ادامه داره. ممکنه که هنوز احساس گیجی و آشفتگی دارید، با محیط و روابطتون سازگار نیستید و مدام برنامه هاتون به تعویق میافتن. این احساس البته به خاطر نگاه سطحیه، به خاطر انتظار تغییر مداوم داشتنه. میتونه تشدید هم بشه تو روزهای اول اپریل. در حالی که ونوس و مرکوری در ماهی دارن در اعماق ذهن و سطوح مختلف و پنهان مسائل جستجو میکنن و راه حل‌ها و آگاهی‌های واقعی رو به شما نشون میدن. اما چون هنوز برگشتین، زمان اقدام و عمل نیست و ممکنه این اذیتتون کنه. فعلا شما جوانب رو بررسی میکنید. انرژی هنوز تنس و ناشناخته است. خورشید گرفتگی قوچ و ورود نپتون به قوچ تازه رخ داده و اصلا نمیتونید الان با دید شفاف و مطمئن تصمیم بگیرید. هنوز در این بخش از زندگی و قوچ که خود شمایید، ذهن شما و سر شماست، گرفتگی وجود داره و سایه هایی هست که جلوی دید شفافتون رو میگیره. اما از نیمه های اپریل با مستقیم شدن مرکوری و ونوس، به خصوص با ماه کامل لیبرا، میتونیم انتظار داشته باشیم موانعی که باعث عدم توازن و صلح و هارمونی زندگی هامون در ماهای اخیر شدن برداشته بشن. حتی یک مانع بزرگ و عدم توافق در دیپلماسی جهانی در حال فشار آوردن به سیاست‌ها یا حتی اقتصاده که باعث تکون دادن اون سد بزرگی میشه که مانع صلح و رشد شده بود بین دولت‌ها با هم یا دولت‌ها با مردم. یعنی ابتدا با یک عدم توافق و ناسازگاری، حالا سران دولت‌ها یا کسانی که در قدرت هستن متوجه لزوم پیدا کردن راه حل‌های نهایی برای صلح و توافق میشن و احتمال میره که قوانین جدید یا توافق‌ها شروعش از همین اپریل باشه. ما هم همه ما در حال تجربه کردن یک ترانزیت بسیار تقدیری و متفاوت توی این ماه که ادامه ماه‌های گذشته است البته تو زندگی هامون هستیم. یک ترانزیت بسیار تقدیری تو این ماه پیوند ساترن و نود شمالی هست. یکی از کارمیک ترین پیوند هاست. اگر در چارت تولدتون این پیوند رو دارید، چه چارت دیوان یا چارت دیناینتون، چالش و مانع بخش جدا نشدنی از زندگی شماست و شما کاملا روابط و موقعیت‌های کارمیک رو عمیقاً تجربه کردید. ولی همه این پیوند رو ندارن. این پیوند خیلی نادره. این پیوند میتونه یک رویارویی بزرگ، یک قرارداد بزرگ، یک تغییر کارمیک، ورود یا خروج آدم‌ها و موقعیت‌ها، شروع صلح یا جنگ و هر چیز تقدیری در زندگی‌های فردی و البته در سطوح بالاتر بین قدرت‌ها باشه. کارمیکه به هر حال. میتونه یک چیز خیلی خوب باشه، میتونه یک چیز خیلی بد باشه. در نشان ماهی خیلی احتمال شیفت قدرت وجود داره. احتمال طغیان آبها حتی وجود داره. شکسته شدن سدها و سازه ها وجود داره. دو تا قدرت روبروی هم قرار میگیرن. روبروی هم نیستن، در کنار همن ولی به هم دیگه فشار میارن. ساترن یک سد بزرگ سر راه نود شمالی یا راهو میسازه و نود شمالی با فشار میخواد این مانع بزرگ رو برداره. زورش نمیرسه. احساس شکست و ناتوانی خواهد داشت. هر کدوم شما ممکنه در زندگیتون این حس البته موقتا بهتون دست بده. نود شمالی ممکنه اینجا از طریق دروغ، فریب و اعمال خطرناک بخواد به هدفش برسه. مراقب باشید. وسوسه های این چنینی رو حواستون باشه که بهش عمل نکنید. برای پیش بردن اهدافتون دست به اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی نزنید. بذر کارمیک با عواقب سنگین میتونه اینجا کاشته بشه. ولی اگر آگاه باشید و زیرکانه عمل بکنید، این پیوند یک کارمای بزرگ در مورد اهدافتون، رویاهاتون و موانعی که خیلی اوقات پنهانی بودن، اصلا ازش آگاه نبودید رو میتونه از مسیرتون برداره. پس اینجا میتونه اون پتانسیل مثبت اکتیو بشه. ولی ابتدای این انرژی قطعا با چالش و کند شدن هست.
ساترن داره میاد کنار نود تا تستش کنه، صداقت و مسئولیت پذیریش رو، هدفمند بودنش رو، نیتش رو. پس اگر دارید مسیر درست رو میرید، اگر از خودتون، اعمالتون و اهدافتون مطمئنید، شناخت و آگاهی دارید، نباید نگران این پیوند باشید، چون اتفاقا از ساترن جایزه هم دریافت میکنید و یک چیز بزرگی برای شما تثبیت میشه، مثل یک قرارداد مهم کاری، خرید یا فروش تقدیری، یک تاییدیه، یک مدرک، هر چیزی که بهش نیاز دارید در این بره از زندگی تا در مسیر رسالت روحتون درست‌تر و قدرتمندتر قرار بگیرید. اینجا میتونه روشن شدن موتور زندگی باشه و البته یک کمی چالش و سنگین. با چالش احتمال ناسازگاری، سختی، رنج، بیماری و ترس به خصوص وجود داره. برای هر کسی با توجه به چارت و اون بخش ماهی زندگی میتونه متفاوت باشه. برای بعضیا مشکلات در شغل، میتونه یک پولی از دست بره. برای بعضی‌ها انتقام‌جویی در روابط، رفتارهای خصمانه است، ناامید شدن از یک آدمی میتونه باشه. برای بعضی‌ها متوجه شدن در مورد یک بیماری یا یک اشتباه باعث یک تلنگر بزرگ میشه که البته همه شما با هر ترسی، با هر سختی، هر چالشی که مواجه میشید، اتفاقا اینجا هدفمندتر و جسورتر میشید برای اصلاح اون مسئله و گرفتن درس‌های کارمیکش. بذارید یک پریویو داشته باشیم روی ترانزیت های اپریل. اصلا 7 مرکوری در ماهی مستقیم میشه، 12 ونوس در ماهی مستقیم میشه و همزمان ماه کامل لیبراست. 16 مرکوری وارد قوچ میشه، 18 مارس وارد لیو میشه و آروم آروم یک بار دیگه ما رویارویی پلوتو با مارس رو اینجا داریم و انرژی تنسی که آذر ماه و دی ماه تجربه کردیم تکرار میشه و دقیقاً همین باعث میشه که تو اون انرژی تقدیری پیوند ساترن نود شمالی احتمالاً یک ترس بر مردم حاکم بشه. حالا بیشتر ممکنه که یک جور تقابل انرژی های بزرگ با هم دیگه باشه یا یک اتفاق مهمی که در دنیا ممکنه مردم رو بترسونه. 19 خورشید وارد تارس میشه، 21 پیوند تقدیری ساترن و نود شمالی، 27 ماه نو تارس و 30 ونوس وارد قوچ میشه. مرکوری و قوچ البته در تراین با مارس قرار میگیرن و میتونن از انرژی تنشی مارس کم کنن. همزمان پتانسیل برای صلح و رفع آسیب‌ها و کارماها هم وجود داره. این چیزی نیستش که ادامه دار باشه، ولی میتونه به صورت موقت خیلی بزرگ و عجیب باشه درکش و یک سری حتی حذف مهره‌ها، حذف قدرت‌ها، حتی شاید فوت آدم هایی که در رأس قدرت هستند. خبرهای خیلی خاصی خواهیم شنید توی اپریل مطمئناً. باید منتظر باشیم ببینیم که کائنات برای ما چه برنامه‌ای چیده. کاملا تقدیریه. شاید خیلی اوقات احساس کنیم دست خودمون نیست خیلی از تغییراتی که داره برامون اتفاق میفته. هر کسی داره به هر حال توی زندگی شخصیش به دنبال راه حل‌ها و پیدا کردن راه‌های خروجی میگرده توی این ماه. زندگی جدیدی که قراره از ادامه سال و 2026 به خصوص شروع کنیم، اینجا گردگیری‌هاش و پاکسازی‌ها و برنامه‌نویسی‌هاش اتفاق میفته و شروع میشه، ولی ما هنوز خوب نمیبینیم و خوب نمیشناسیم. از ماه نو تارس که 27 اپریل هست میتونیم انتظار صلح و امنیت بیشتری داشته باشیم، میتونیم احساس کنیم که بیشتر ریشه داریم و سر پا هستیم و ادامه سال رو در امنیت بیشتری حرکت کنیم. روزهای ابتدایی اپریل هنوز همراستایی و تجمع سیارات رو در نشان ماهی داریم، ونوس، مرکوری، نود شمالی و ساترن، و همین به فرسایشی بودن روزها و حس درونی شما اضافه میکنه. ولی به هر حال باید این مرحله از پاکسازی و رهایی رو هم بپذیریم. تازه از ماه نو و خورشید گرفتگی قوچ عبور کردیم، تازه داریم به قدرت‌ها و اصل وجودی خودمون آگاه میشیم، تازه داریم زمین زندگی، بستر روح و ذهنمون رو شخم میزنیم تا بتونیم بذرها رو بکاریم. برای همه یکسان نیست. هر کسی یک چارت شخصی و درس‌های شخصی خودش رو داره. هر کسی در بخشی از زندگیه که تحت تاثیر یک سیاره هست بیشتر و داره درساش رو میگیره. ولی این ماه‌ها برای همه ماه‌های پشت سر گذاشتن یک دوره سنگین و کارمیکه و رهایی از یک چرخه بزرگ و درس دهنده و شروع فرش و تازه. هر کسی به اندازه پتانسیل خودش داره به راهکارها و فرصت‌های جدید فکر میکنه. پس میزان شکست‌ها، آسیب‌ها، میزان موفقیت‌ها هم برای هر کسی متفاوته. همه دارن بذرهای جدید میکارن تا میوه‌هاش رو برداشت کنن. ولی به خصوص اپریل با همین پیوند مهم میتونه شبیه یک رعد باشه، شبیه یک تگرگ سنگین باشه که اون جوانه‌های اولیه رو نابود میکنه یا در معرض آسیب قرارشون میده.
ممکنه شما رو بترسونه از ادامه مسیر، ممکنه شما رو منصرف کنه از تلاش کردن، ولی نترسید. این فقط یک تسته، یک سده که باید ازش عبور کنیم و ساترن رو قانع کنیم که ما درستکار هستیم، مسئولیم، مصممیم برای رشد. این بار عقب نشینی نمی‌کنیم. من مطمئنم این پیوند تقدیری یک تستیه برای اینکه همه ما در زندگی‌های گذشته یک جایی جا زدیم، یک جایی مسئولیت‌هامون رو نیمه کاره رها کردیم، یک جایی گفتیم اصلا دیگه نمی‌خوایم ادامه بدیم و اینجا دوباره موظف میشیم که ادامه بدیم و نمیتونیم بیخیال بشیم. بهتون قول میدم در دل این ترس‌ها و استرس‌ها و گاهن موانع فرصت‌های خیلی زیادی برای رشد وجود داره. چون ساترن مسئول ساختارهای زندگی شماست. بهتون چیزهای ماندگار رو با ارزش میده. با هر جرقه و ایده اجازه نمیده که شما تغییر جهت بدید. پس اگر اخیراً از مسیر رسالت روح و دارماتون دور شده باشید و مسیر اشتباهی رو در پیش گرفته باشید، اینجا شما رو به مسیر برمیگردونه. حالا هر چقدر میخواد براتون سنگین باشه. این همون تقدیره که از ماه مارچ برای همه استارز خورده و قراردادش توی اپریل نوشته میشه. حتی خیلی ها اینجا با سولمیت هاشون ملاقات میکنن، با آدم هایی که باشون هم فرکانس هستن، وارد محیط ها و گروه هایی میشن که درس های جدید روح و مسئولیت های جدید رو باید بپذیرن و پتانسیل های بزرگتر زندگی رو برای سالهای آینده فعال کنن، چه اینو دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. البته دوست دارم راجع به این پیوند بیشتر باهاتون حرف بزنم، چرا که یک کارمای بزرگ هم در زندگی فردی هم جامعه در حال بسته شدنه و همزمان شاید شرایط برای کارماهای جدید داره فراهم میشه. شاهد اتفاقات بزرگ شاید سیاسی، اقتصادی هم اینجا باشیم که در آینده این تاریخ به تاریخ میپیونده و بخشی از تاریخ مهم اقتصاد، سیاست و کشورها میتونه بشه. امروز که این متن رو آماده کردم یاد کودکی هام افتادم که عاشق نوشتن بودم و از یه موضوع ساده صفحه ها می نوشتم. یاد زنگ های انشا افتادم که برای دوستام متن های مختلف می نوشتم در حالی که موضوع فقط یک موضوع مشترک بود. برای همین هم براتون متفاوت تر تفسیرش کردم. شاید نتونستم واقعا یک چیز دقیق و واضح بگم و بیشتر شاید به صورت استعاری و ایهام بودش تفسیرم، نمیدونم. احساس کردم هممون داریم برمیگردیم به درون، داریم برمیگردیم به پشت پرده این جسم خاکی و پتانسیل های وجودی رو عمیقا نگاه میکنیم. کجا بودیم، کجا میریم، اصلا کجا هستیم الان، چه چیزهایی درونمون داشتیم و بهش توجه نکردیم. کودک درونمون چه آرزویی داره، آیا الان خوشحاله یا نه. زیباترین دستاورد شما تو این زندگی میتونه شادی عمیق درونی و رضایت روحتون باشه که با توازن فقط به وجود میاد و میتونه رسالت و هدف روح مشترک همه ما همین توازنه باشه. اصلا اپریل ماهیه که در ادامه مارچ به ارزش‌ها و اصول واقعی میرسیم و اضافات و ارزش‌های دیکته شده توسط جامعه رو رها میکنیم. میتونیم خود واقعیمون باشیم، ساده و بدون حفاظ، بکر و خام و آماده حرکت و رشد. حتی آماده مجازات شدن توسط ساترن. آماده ایم که قوی تر بشیم و قدر خودمون رو بیشتر بدونیم و اصول محکمتری بسازیم. دیوار محکمتری که با هر اعتقادی، هر فشاری از بیرون نمیشکنه. توی اپریل حواستون به خودتون باشه، دارید سخت‌کوش‌تر میشید، جدی‌تر میشید، قوی‌تر میشید و به دنیای واقعی برمیگردید. اپریل زیبایی براتون آرزو میکنم. با هوروسکوپ‌ها همراه باشید. حتما در ادامه برای سایر ترانزیت ها توضیحات بیشتر میگذارم. حتما سابسکرایب کنید اگر انجام ندادید و استفاده میکنید از مطالب کانال. آموزش ها رو هم پیگیری کنید. لایک و شیر کردن شما و کامنت هاتون به دیده شدن کانال بسیار کمک میکنن. برای اطلاعات روزمره و تعامل بیشتر با کانال ماه راهنما اینستاگرام و تلگرام رو حتما دنبال کنید. کانال انرژی خانی هم که میدونید که توی یوتیوب جداگانه فعال هستش. همچنین برای تفسیر شعار، پکیج های تفسیر و آموزش ها که همیشه فعالن و عضویتشون هم دائمی شده میتونید دایرکت بدید. لینک ها رو در قسمت توضیحات همیشه میگذارم. در نور باشید.